سلام، به کانال من خوش اومدید. من آقای اتاق عملم و تو این ویدیو قراره که یکی از تجهیزات پزشکی پرکاربرد رو بهتون معرفی کنم. محصول امروز ما آمپول شکن آپا هست. قطعا شما هم تجربه خورد شدن آمپول توی دستاتون رو داشتین که باعث زخمی شدن و خونریزی دستاتون میشه. از اون طرف هم سرعتتون رو کم میکنه. اما آمپول شکن آپا برای همین مشکل کادر درمان طراحی و تولید شده. بچه‌ها، اندازه این آمپول شکن مثل یک مداد آرایش چشمیه و به راحتی توی کیفتون یا توی جیب لباس یا شلوارتون جا میشه. من اگه بخوام شبیه سازیش هم بکنم، این یکی از این چسب‌های لوازم تحریر هست که شما میتونید این رو تقریباً با هم سطح بدونید. اندازه به شدت کوچیک و مناسبی داره برای حمل راحت. تازه وزن آمپول شکن هم نسبت به مدل‌های موجود توی بازار به شدت سبک و به راحتی میتونید حملش بکنید. یکی از تفاوت‌های مهم و خوبی که این آمپول شکن داشت و من ازش خوشم اومد این بود که سریع شکستن آمپولش فقط یه دونه است برای هر نوع آمپولی. اما چیزایی که قبلا من تست کرده بودم، این سریعا برای هر اندازه آمپول متفاوت بود، ولی توی آمپول شکن آپا شما با یک سری میتونید هر اندازه آمپولی رو بشکنید. اگر برای اعتبار بخشی هم مد نظرتون هست، باید بگم شکستن آمپول با دست، کاغذ یا حتی تیغ باعث میشه که میکروارگانیسم ها افزایش پیدا بکنه که این آمپول شکن این مورد رو به صفر رسونده. مورد بعدی اینه وقتی شما با دست یا حتی تیغ آمپول شکن رو میشکنی، یک سری از شیشه آمپول شکن به طور میکروسکوپی وارد خود ویال آمپول میشه که برای تزریق خیلی وقتا ایجاد دردسر میکنه. اما خب آمپول شکن آپا این مشکل رو به صفر رسونده. آمپول شکن‌های موجود توی بازار خب یه سریاشون شیشه‌ای بودن، یک سریاشون تیغ بودن که اگر خوب استفاده نمی‌کردیم باعث آسیب به دست خود ما میشد. اما خب یه نکته بارزی که آمپول شکن آپا داره اینه که نشون بدم این سریاش از پلاستیک 300 برابر فشرده تهیه شده که به راحتی دستتون به قولی هیچ آسیبی به دستتون وارد نمیکنه. و یکی از چیزایی که من خیلی دوستش داشتم، بذار اینطوری بگم، این دست من سالمه، بدون اینکه آسیبی به دست من وارد بشه آمپول رو میشکنه. و یکی از کاتیه که من خودم دوست داشتم و از این آمپول شکن دارم استفاده میکنم همینه. یه بعدی که استفاده از آمپول شکن آپا براتون به همراه میاره سرعتتونه زیاد میکنه. خود من بخوام مثال بزنم براتون، من رکوردم 30 تا تو 1 دقیقه است. هر کسی هم فکر میکنه بیشتر از 30 تا تو 1 دقیقه میتونه آمپول بشکنه، من باهاش با آمپول شکن آپا مسابقه میدم و خودشو به چالش میکشم. توی کامنت ها به هم بگین که کی رکوردش بیشتر از این بوده. 3 ماه گارانتی تعویض هم داره که در صورت خرابی شما میتونید از فروشگاه آقای اتاق عمل یه دونه جدیدش رو تحویل بگیرید. وای، اگر شما هم تجربه شکستن آمپول توی دستاتون رو دارین و دستاتون رو زخمی کردین، توی کامنت های همین ویدیو برامون تعریف کنید. لینک تهیه این آمپول شکن کاربردی رو هم توی کپشن میذارم تا از فروشگاه تجهیزات پزشکی آقای اتاق عمل در کمتر از 3 دقیقه بتونید تهیه بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و مثل همیشه فراموش نکنید که کانال ما رو دنبال بکنید یا سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهایی که برای شما آپلود میکنیم مطلع بشید.